مثلا این قرار تبدیل خرسشه، اینا پنجه خرس. رامتین مغاره، امیر مغاره. رامتین داره پنجه خرس درست میکنه با مغار. اینو برای ماشین یا بخاطر چیزای چندین واسه اومدین انجام رامتین داره با این دستگاه صاف میکنه. این حالت سنباده داره ولی یه مقدار بارم برمی‌داره. اگه این زیاد بگیرید این سیزونه رفت سیزده بگیرید. بعد این تصویر بلنده مقدار باحاله. چه می‌کنی پرواز خانم؟ نه اینکه مندیلا کار میکنه. این سنباده کاری داره می‌کنه. مثلا من چوب ساپ می‌زنم واسه به این نوع انجام می‌دیم. برش کردیم. ابری چیزی ماساژش بدید حساب بزنید. ولی توی خونه شما هر چند باری که اینو استفاده می‌کنید سعی کنید نشورینش، ولی اگه شستید هر چند بار یه دونه چیز بهش بزنید، یه روغن بدون بو. اگه روغن تصفیه شده باشه بازم بهتره. اگه تصفیه شده نباشه می‌بینید قشنگ نقش چوب میزنه بیرون. آره دیگه بعد از میمونه. فقط میگم باید حسابی ماساژ بدید، این روغن به خورد چوبتون بده. چه خوش رنگ شد. آره گفتم که آبم زدم صبح برای همین تست اولیه‌اش شما نمی‌دونید که روغن بزنید باید هم آب بزنید. کار فرماس خانم تموم شد. بگی دستت کنار صورتت. مثل عکسم بگیرم. این کار رامتین پنجه خرسه. 5 ساعت کار تموم شد و اصلا روغن که خود یه جلوه آره دیگه واقعا خیلی مشکل شد. کنار هم